سفیان ابن عیینه میگویند که اول العلم الاستماع ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر. بسیار سخنی فشرده و پرمحتوا هست. اگر کسی به این سخن عمل کند انشاءالله اهل جنت می شود به یگان شک و شبهه. اولی علم گوش انداختن گفتن. کسی اگر خواهد که علم جمع کند هنری گوش انداختن از شنیدن فرق دارد برادر عزیز. گوش انداختن این است که شما با یک کار مشغول هستید، با کسی پیامک نویسی مشغول هستید و با گوش هم دارید. این شنیدن است. گوش انداختن با تمام وجودتان. خیلی که صحابگان کرام میگفتن که اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را از علم با خبر کنند، صحبت کنند، ما سخنهای جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم چنان گوش می انداختیم که گویا در سر ما پرنده نشسته است. یعنی اگر حرکت کنید پرنده میپرد، برای پرنده نپریدن نجومیده با دقت گوش میکنید، همین گونه گوش میکردیم. و الله تعالی هم به خطبه جمعه و به شنیدن قرآن امر کرد که فاستمعوا له و انصتوا، گوش اندازید و خاموش نشینید. مثلا یک آدم اگر به درس گوش اندازید ولی سبحان الله گفته ذکر کرده شنید، این الکی یعنی رعایه نکرده است. هم گوش اندازید هم خاموش نشینید. و در خطبه جمعه هم همین خیر است. خطبه جمعه که عبارت از سخن الله است، عبارت از سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است، منبری پیامبر صلی الله علیه و سلم برای رسانیدن سخن الله و سخن جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم و آن سخن‌هایی که از این دو سخن استنباط شده است، یعنی این دو سخن شرح میدهد، میفهماند. منبر برای همین است. بنابراین الله تعالی گفت که فاستمعوا له، گوش اندازید، و انصتوا، خاموش نشینید. اگر کسی خطبه جمعه گوش کند با همراهی گوش کردنش استغفر الله گفته پس مثلا ذکر کند، این البته خاموش ننشسته است، یک امری پروردگار رعایت نکرده است، این گوش انداخته است ولی خاموش ننشسته است. الله تعالی برای یک آدم دو قلب نداده است که با یک قلب گوش کند و با یک قلب به ذکر و به دیگر کارها مشغول شود. اگر کسی خواهد که علم آموزد با تمام وجودش گوش اندازد. اول العلم الاستماع گفتن. اولی علم این گوش انداختن. اهل دوزخ هم ببینید گفتن که وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر. اگر ما در دنیا گوش می انداختیم و می فهمیدیم امروز ما دوزخی نمی شدیم. گفتن ببینید سبب دوزخی شدن خود را در گوش نانداختن به سخن الله و رسول و نفهمیدن آن گفتن. الله تعالی در دوامش چی گفت؟ فاعترفوا بذنبهم، به گناه های خود اعتراف کردن. گفت گوش نکردن و نفهمیدن الله تعالی گناه نامید. علم نآموختن گناه است. علم که نیست، انسان به سبب ندانستن احکام شریعت، به سبب نشناختن الله تعالی وارد دوزخ می شود. نسأل الله سلامت و العافیه. خلاصه گفتن که اول علم گوش انداختن، ثم الفهم، سپس فهم. بعضی آدم گوش می اندازد ولی نمی فهمد. فهم الله تعالی برای فهم نداده است. این آدم باید بسیار استغفار کند، به گناهاش مغفرت پرسد و گناهایش رو جستجو کند که چی گناهی هست که پیش راهی فهمی مرا گرفته. چون فهم این نعمت الله هست و الله تعالی منت کرده است که ففهمناها سلیمان. ما هم به داود علم دادیم، به سلیمان هم علم دادیم، ولیکن به سلیمان اضافتا فهم دادیم. ففهمناها سلیمان. الله تعالی منت کرد که ما به سلیمان فهم دادیم. یعنی فهم کی میدهد؟ الله میدهد. اگر کسی فهم نداشته باشد گناهاش جستجو کند، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. خیلی که در صحیح بخاری و مسلم است. کسی را که اگر الله براش نیکی خواهد او را در دین فقیه میگرداند، صاحب فهم میگرداند و دین الله هم میفهمیدگی میشد. به کسی الله تعالی نیکی را خواهد، یعنی اگر خواهید که الله به شما نیکی را خواهد، شما باید صاحب فهم در دین باشید. خلاصه گفتن که اول علم شنیدن، گوش انداختن، سپس فهمیدن، ثم الحفظ، سپس حفظ کردن علم. علم باید حفظ کنید، چون اگر علم از خود نکنید
او علم نیست. لیس بعلم ما حوى القمطر ما العلم الا ما حواه الصدر. حکما گفتند که آن چیزی که در داخل کتاب و دفترها هست وای علم نیست. علم آنه که در قلب محفوظ شده است، حفظ شده است. لیس بعلم ما حوى القمطر ما العلم الا ما حواه الصدر. هر چیزی که در دل است اون است علم. برای آنکه چخیلی که امام شافعی گفتن علمی معی حیث ما یممت یتبعنی قلبی وعاء له لا جوف صندوقی ان كنت في البيت كان العلم فيه معي او كنت في السوق كان العلم في السوق. علم همراهی من است، در قلب من است. اگر در خانه باشم علم در خانه است، اگر در بازار باشم علم در بازار است، اگر در هواپیما باشید علم همراهی خودتان است. و اگر در قبر که رفتم علمم همراهی خودم در قبر دفن می شود. گفتم خلاصه بعد این که فهمیدید باید حفظ کنید، علم را از خود کنید. و ثم العمل، سپس عمل است. به علم باید عمل کنید. مقصد باید به علم عمل کند. اگر که عمل نکرد علم از بین میرد، علم فراموش میشه. بنابراین امام احمد رحمت الله علیه 1 میلیون حدیث حفظ میدانستند، گفتند که به همش عمل کردم تا اینکه فراموش نشود. وقتی که علم به علم عمل میکنید فراموش نمیشد. ثم النشر، بعد اینکه این کارهای کردید نشر میکنید علم. یکی از واسطه های مستحکم شدن علم این علم به مردم دادن. این زکات دارد علم. کسی که علم نتید الله میگیرد علم اگر به مردم نرسانید مانند مال است. کسام آدمی که مال خیر نمی کند زکاتش نمیتید الله وای مال میگیرد، برکه را از مال میگیرد، از اون مالش بهره نمیبرد. بعضی آدم ها میلیارد پول دارد خورده تمام نکرده میرد، کاش بعدی رفتنش اقلا به میزان حسنات های دیگر یهود و نصارای پول میگیرن از بانک ها دیگه استفاده میبرن، اقلا به اون مسجد یک مدرسه کوچک یک مسجد کوچک نساخته بود، اون مالش از اون مال دیگرها لذت میبرن. کسانی که علم دارد خواه با نوشتن آن خواه به تعلیم دادن آن به فرزندانشان. مثلا بعضی اهل علم رو من میدونم امروزها فقط برای فرزندان خود تعلیم میتید، میگوید که من انشالله این فرزندی من مانند همون امام مالک و امام ابو حنیفه و امام بخاری تیار میکنم، یک نفر من تمام قوتم به همین یک بچه هم صرف میکنم. من امروز قدرتی برآمده درس گفتن ندارم. خیلی اینم اجتهاد هست، شاید معذور باشه اگر واقعا 10 ساعت برای این بچهش اگر صرف کند، تمام قوتش برای یک نفر صرف کند، امید میکنیم اینم یک نوع خدمت است. خلاصه کلام یعنی ثم نشر، ثانی باید علم را به مردم برساند. این فایده که سفیان ابن عیینه گفتن یک مراتب تکرار میکنم تا اینکه کسی حفظ میکرده باشد حفظ کنه. سفیان ابن عیینه رحمت الله علیه گفتن که اول العلم الاستماع ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر. اول علم گوش انداختن، سپس فهمیدن، سپس حفظ کردن، سپس عمل کردن، سپس آن را بین مردم نشر کردن گفتن.